میگویند که آموختن هنر یکی از رکن‌های مهم برای هر یک انسان به حساب می‌رود و یک مقال مردمی هم است که برای یک مرد 40 هنر کم است. درود دوستان عزیز، برنامه میگویند که است و حالا ما در نزد لیسه کسبی تکنیکی صنعت نساجی شهر دوشنبه قرار داریم. چنانکه که گفتیم در اینجا طالب علمان میآیند هنرهای گوناگون را از خود میکنند و در جریان برنامه ما لیسه مذکور رو برای شما آشنا میکنیم و میبینیم که در اینجا طالب علمان چگونه هنرها را از خود میکنند. رفتیم. و دوستان عزیز، در برنامه امروز ما رو ایرج تقای مرادزاده معاون دیرکتور لیسه مذکور همراهی میکنند. درود بر شما. سلامت باشید. یک معلوماتی مقدمه‌ای شود برای بیننده تلویزیون صفحه درباره لیسه مذکور. لیسه ما سال 1960 تشکیل شده است. 20 اختصاصی کورس یک ساله و دو ساله وجود دارد. زیاده از 30 اختصاص کورس‌های کوتاه مدت. اختصاص‌هایی که در بازار مهنت امروزه طلب مهم است، طلبشون بسیار است. مثلا من چهلمگر اوید به محرک اتومبیل، کفشرگری برقی، برقچی، حسابدار با دانستن کامپیوتر، و هست حسابدار خالی، و هست داننده کامپیوتر با اینترنت تکنولوژی. این کورس‌های یک ساله دو ساله، یعنی بعد صنفی نه در مؤسسه ما 2 سال تحصیل می‌نمایند، بعد صنفی 11 یک سال. می‌شود که اکنون اختصاص‌ها رو یک یک برای ما نشون دهید. از کدام اختصاص شروع می‌کنید؟ البته از کفشرگری آغاز می‌نماییم. نظر می‌کنیم از یکی از سیخ‌های اوید به اختصاصی کفشرگری برقی. در اینجا کسب آموزان ما شب دیده ایستادیم. این اختصاص را از خود می‌نمایند. به غرض از اینه که ما در این مؤسسه خودمون بازه تعلیمی داریم و با بسیار کارخانه‌های استقلالی شهرنامه داریم که کسب آموزان ما به غرض اینجا برفته در اونجا کار میکنن و این مبلغ به دست میارن برای مبلغ میارن و سریع دانش خود رو بیشتر می‌کنن. شما رو با موضوع این کس یکی از استادان پر تجربه ما محترم جلال صفرعلی شناس می‌کنند. مرحمت استاد که شما. سلام علیکم. خوب هستید؟ کارتون خوب است؟ بله کار سلامت باشه. خب من می‌خواستم که با شما صحبت کنم اطراف همین کس اطراف که کارهایی که بچه‌ها کرده ایستادن. این چی دستگاه هست؟ دستگاه با فرم در آوردن گل‌ها، روز کردن جوز و دفرماسیون کردن آن، یعنی خط کردن. همین قالب در همین دستگاه کرده شده. همین قالب که در دست شما هستن در همین دستگاه بای کرده. اصلا برای کسب آموزان شما از کدام نقطه کار رو شروع میکنید؟ یعنی یک نفری که مثلا مثل من نو میاد و از نازک‌های کسب کفشرگری آگاهی ندارد، از چی شما کار رو شروع میکنید؟ از شناسایی جای کار. بعداً یعنی تکنیک بی‌خطری. چون که وای اساس است برای نگاه کردن سلامتی انسان. خب شخصی که در این جا با کفشرگری مشغول میشه، این باید حتما از نظر گذارد قاعده‌های تکنیک بی‌خطری را داند، از استفاده بر دستگاه خاطر باشد. خب همین دستگاه‌هایی که قالب می‌زنن بسیارانه به فکرم این دیگر نمود قالب‌ها را هم می‌سازند. نه این یک قالب‌های اینا نه بنابراین قالب‌های کلام هستن که همینا هم در همین دستگاه میشه. اینجا ما دیدیم مثلا بسیاری از دستگاه‌ها ساخته شده است، مثلا مثل همین ارغنچک‌ها، کت‌ها و حتی دروازه هم در اون قسمت دیدیم. این کاری دستی خودی بچه‌ها هست؟ نه با وارمی امیدواران بچه‌ها ساختگی همینو مثلا همینا یعنی در مدت یک سال دو سال آنها پوره کسب کفشرگری رو از خود میکنن، بلکه آنها تیار میبینن در دانشگاه عالی هم داخل میشن. یعنی همین گونه مثلا اسباب و اشیاء که ساخته شده است واقعا خیلی زیبا است. بیننده عزیز اینا را شاگردا تیار کردگان گلمونکو هستن. اینا را هم بعد دستگاه وای گلاش تیار کردیم، بچه‌ها چسبوندن کفشر کردن و اونجا دستگاه کفشرگری هم هست نه؟ حالا چی کفشر کرده ایستادن؟ چیکار کرده ایستادن؟ اینا حاضر همون سپارش دادگیم
баъзе чизои гулҳое ки дар инҷа дар дарвозаҳо мемӯҷудем ҳамна тайёр карда истодем. یعنی آهسته آهسته مثلا درس به درس آنها پیشرفت کردن میگن تا جایی که من فهمیدم میگن که بعد از فارغ شدن از درس ها بچه ها اومدن اینجا کار هم میکنن. البته کسانی که مثال که خواهشی کفشرگیری دارن بعد درس هم اومدن در اینجا کار میکنن. غیر از این ما روزهای تعلیمی استحصالی داریم که یک روز تا همون درس تمام شدن در همینجا کار میکنن. تو بگو. تو بگو. بهتره. یگان اسباب و یگان اشیا را مثلا در یک روز طرز ساختنش رو از خود میکنن. همین است. من همون چیزی که کردن همون را خودشون باید کردن. نتیجه کارهای عملی است. کارهای عملیه. تشکر زیاد. برای کار سلامت باشید و واقعا تجربه شما برای نورسان برای جوانانی که از خود کردن میخوان همین کسب رو خیلی کمک میکنه. سلامت باشید. خب حالا باز از کجا دیدن میکنیم؟ ما میگذاریم به بخش تعمیری محرک اتومبیل. حالا ما اونجا دفتر گذار میکنیم. خب اینجا سیفخانه مخصوص هست. اونجا سیخ. اونجا جایی که بعضی که کسب میزون در جای عملی میگذارم. بهترین میشه بریم. این قسمت از قسمت‌های مهمی اختصاص چیلنگر روی به تعمیر محرک اتومبیل میباشد که ما در این مرکز شرطنامه دو جانبه داریم با این مرکز و کسب رو طرز عملی کسب آموزای ما طوری که میبینید از خود مینماید. اینجا با استاهای گوناگون سر کار میگیرن. البته اینجا با چه میبینید محرک رو تعمیر محرک اتومبیل رفته شده است. این همه اینو کسب آموزای ما میباشد. خب این هم استاد اینجاش وایرون خوب شدگی است. کامران هاشم با نازک‌های کسب رو با شما بهتر و خوبتر فهمیده می‌کنید. خب سلام. خوب هستید؟ کارتون خوب است؟ خوب است شما؟ تشکر زیاد. چیکار کرده ایستاده؟ این محرک یعنی که نو به تعمیر اومد همراه کسب آموزان ما یعنی که جمع کردیم نصب کردیم قسم‌هایی که شده بود. حاضر ما این محرک کدام اتومبیل است؟ این محرک اتومبیل تویوتا هست. یعنی که تویوتا ماشین های یعنی بارکشگویی میشه جیپ هستند یعنی اینو موضوع همین قبرها یعنی تروبکایی که فرسوده شدگی هستند ما اینها رو از نظر گذرانده هر یک تا اینو رو عوض میکنیم یعنی که فرسوده چه طرز میشوند یعنی که قاق میشوند یعنی که بله خشک میشوند بعد از اینها آب بله کارنوشی هم شده از اینها آب میریزد ما اینا رو همش سنجیده از نو قبرهای کهنه رو گرفته با قبرهای نو عوض میکنیم. چه مشکل دارد با محرک؟ اگر از این محرک رو علاقه ما جمع آوردیم مشکلی در چی بود که یعنی که آبکشک یعنی که سیستم سردکنی محرک کارنوشی هم بود از این سبب محرک تیز گرم میشد یعنی که در وقت حرکت در وقت کارفرمایی محرک گرم میشد از حسابی که آبکشکش یعنی از کار برآمده بود فرسوده شدگی بود ما آبکشک نو نصب کردیم حاضر همراه یعنی کسب آموزان ما قسم‌هایی که در همین یعنی که بودند از اول بله قسم‌های علاوه‌ای که در همین نصب کرده می شود ما همون رو باز گرفته از نو به جای خود گذاشته ایستاده ایم. یعنی همین گونه مثلا شما در این مرکز ماشین‌های خراب می‌آیند ماشین‌هایی که مثلا تعمیر طلب هستند می‌آیند درس‌های عملیش ما همین گونه جلوه می‌گیرد یعنی بله. واقعی بله اصلی است بله در اصل است ما نقصان معین میکنیم محرک رو یعنی میکشویم نقصان رو مییابیم و نقصان رو برطرف که از سر نو یعنی محرک رو جمع آوری میکنیم با ماشین نصب میکنیم بعد یک بوریگه در خود تنه ماشین ما این رو میسنجیم که آیا که کاری کرده ایم ما نتیجه داد یا نه یعنی در همه این جرایم خودی کسب آموزان اشتراک میکنن بله همراه من یعنی که با نظارت من کسب آموزان من چخیل دیده ایستاده سپارش میداد اون خودش انجام میده بله باز نظارت میکنم برای کی چون که این کسبی یعنی چلونگر اوید به تعمیر محرک اتومبیل نزدیکی دارد اگر ما با یک خطاگی راه دهیم عموما محرک کار نمیکند اگر گویم که یک قسم رو نصب نکنیم درست یا که در دیگر جا نصب بله یا که جاش عوض کنیم خودی محرک یعنی که خوب
фаъол яъне кор намекунад. ҳар як нуқтаи инро, ҳар як масалан қисматро бояд аз худ кунӣ. Бале. Дарсҳои назаравӣ аст. дарсҳои назариявӣ бале, мо дарсҳои назариявӣ ҳамаша мегузарем, мефаҳмонем, бо ҳамроҳи касбомӯзон баҳс мекунем, баъд дар навбати худ дар амалӣ омада ҳамон баҳсамонро яъне ки далел меёбем. натиҷаашро дар инҷо мебинем. Бале, бале. ва бибинед ки ҳамин касби аст ки масалан рӯз то рӯз тараққӣ мекунад. Бале. автомошинаҳо як қисмҳоеро масалан дар он насб мекунанд ки масалан дар қаблан набуд. Бале. онҳоро шумо чӣ гуна аз худ мекунед бо навтарин технология, навтарин таҷҳизотҳо чӣ гуна ошно мешавед ки масалан касбмӯзонро бо он ҳам ошно кунед? яъне ки мо яъне ки барномаҳои нав ҳастанд, барномаҳои нави таълимӣ ҳастанд ки дар онҳо аллакай бале шумо дуруст қайд кардед ки аллакай техникаву технология пеш рафтааст, тараққӣ кардааст, хеле чизҳо яъне ки шаклаш дигар шудааст, хосияту функсияш дигар шудааст. Мо яъне ки меомӯзем, худамон аввал меомӯзем, мебинем, баъд ба касбомӯзон фаҳмонда нишон медиҳем, бо ҳамроҳи ино кор мекунем ки онҳо дар оянда яъне ки ҳамин касби челонгариро пурра аз худ кунанд, то ин ки худашон озод ба таъмири муҳаррик аст ё дигар қисмҳои автомобил ҳаст, овеза ҳаст, қисми қутии интиқол ҳаст, кузуфи автомобил аст, тамоми корҳоро яъне ки хуб анҷом диҳанд. Яъне ва инҷо дастгоҳҳои дигар ҳастанд барои кӯмакрасонӣ. Бале, бале. автомошинро боло мебаранд. бале, ман инҷа як дастгоҳе ҳаст ки яъне ки бори вазбина касбомӯз ё ки челонгар бори вазбина ба даст намефарорад. дигар ҳама чӣ дастгоҳ анҷом бале, ман дастгоҳ ҳаст, дастгоҳи пневматикӣ аст ё ки гидравликӣ ҳастанд бо воситаи рӯған ки бори вазбин гӯем ки қисми гарону вазбина ҳамин дастгоҳ яъне ки мебардорад, мефарорад. яъне ки кори челонгариро хеле ҳамин дастгоҳҳо осон карданд аз ҷиҳати ҷисмониш гӯем. фақат масалан шуманд будан лозим аст. бале, 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 бо диққат будан, бале. беҳтарин. хуб хеле ҷолиб аст. ман фикр мекунам ки онҳое ки ба ин касб машғул мешаванд бо як шавқу ҳавас онро аз худ мекунанд ва ман ба шумо ва касбомӯзон барор мекунам. ташаккур, саломат бошед. барори кор. хуб, нағз монед. дӯстони азиз, аз қисмҳои дигар дидан мекунем ва мебинем ки дар литсей боз кадом касбҳоро аз худ мекунанд. рафтем. бояд мо ёдовар шавем ки дар муассисаи мо аз он ҷумла ихтисосҳои қаннодӣ, қаннод, ошпаз ва дузандагӣ амал мекунад. барои духтарҳо аст. духтарҳо асосан барои духтарҳо ҷалб кардани духтарҳо. хуб. ҳозир мо аз яке аз ин синфхонаҳо яъне ки аз синфхонаи қаннод, ошпаз назар мекунем ва рафти кори онҳо ва маҳсули дасти онҳо шиносоӣ пайдо мекунем. инҷо синфхонаи қаннодӣ бале, аст. инҷа синфхонаи қаннодӣ ин маҳсули дасти худи онҳо мебошад ки ҳар рӯз як намуди нав барои худашон ва ба хонадонашон тайёр мекунанд. ҳозир яке аз муаллимаи беҳтарини мо Қосимова Мадина дар бораи ин ихтисос ба шумо маълумот медиҳад. ҳамроҳи шогирдонаш. хуб, салом ба шумо. хуб ҳастед? як касби хеле муҳим аст ва барои ҳар як гулдухтар масалан омода кардани ғизоҳо, шириниҳои гуногун лозим аст, чун дар хона зиёд масалан ба ин кор машғул мешаванд. ҳар як духтар бояд дар хонаи худаш ҳамин чизҳоро ҳар як духтар ёд гирад, аз худ кунад. мо ҳар рӯз ҳар хел пухту паз мекунем. як рӯз торт омода мекунем, як рӯз кулча қанд, як рӯз пирог. ғизоҳои миллӣ чӣ? ғизоҳои миллӣ ки худамон дорем. ош, самбуса, пирашки. салом, номи шумо чи аст? номи ман Ҳадиса. ҳадисахон, як сол аст ки инҷо шумо касб меомӯзед. чиҳоро аз худ кардед? ман бисёр чизҳоро аз худ кардам. масалан пухтани кулчақанд, хӯрокҳои миллӣ ва дигар зиёд чизҳои миллии тоҷиконаи худамонро аз худ намудам бо шарофати муаллимаи меҳрубонам. бештар кадом анвои ғизоро пухтанашро дӯст медоред шумо? ман бештар пухтани оши палов, қурутоб ва дигаро. офарин, саломат бошед. ташаккури зиёд. ҳозир бояд назар мекунем аз яке ихтисосҳои дигар системаи компютер, интернет, технология. яке аз ихтисосҳое ҳаст ки талаботи хеле зиёд дорад дар замони муосир. дар замони муосир зиёд талаботаш зиёд аст.
بعد حتی سالی روان در این خصوص ما زیاد از 50 نفر قبول کردیم. حاضر ما میرویم از رفتی درسی همین خصوص شناس میشویم. خب کامپیوترها هست و از اینجا شرایطی درس برای خوانندگان ما مهیا است. یکی از آموزگاران شیرعلی زاده محمد درباره این خصوص معلوماتی پرتر خب درود باش. خوب است کارتون خوب است. چگونه است خواهشمندان و من آموزش طالب علمون چگونه است؟ در اختصاص کامپیوتری باشد خیلی شوقمندان زیاد کسب آموزان هستند که چقدر که شما می‌بینید در اینجا همه کسب آموزان ما برای هر گونه یعنی که طرز اکسل و ورد کار کردن و پروگرام‌های دیگر طلبگارش خیلی زیاد است. از گروه ما در اینجا درس‌های عملی رو ما گذاشته ایم. خب اصلا کدام برنامه‌ها رو بیشتر می‌خواین که از خود کنن؟ از بیشتری برنامه‌های اکسلی برای هستن برای کارهای بانکی و دیگر کارهای هستند که با برنامه اکسل بسیارتر کار و فعالیت کرده ایستادن می‌خوان که شوقمندیم هستن بسیارتر کار کنن و فعالیت کنن. اینجا بغیر از اونه که مثلا 2 سال طالب علمان درس میخوان همچنین کورس‌های کوتاه مدت هست. بله کورس‌های کوتاه مدت هم داریم که اونها میتوانند 3 ماه داریم و 6 ماه. در طول همین 3 ماه اونها بسیارتر سر کار با کامپیوتر میگیرن یعنی که در مدت کوتاه از خود میکنن. اینا باشن در یک هفته یک مرتبه تعلیم اتصالی یعنی که برنامه‌ها باز طریق کامپیوتری آموخته میشه. تشکر زیاد. سلامت باشین. خوش آمدید. خب نظر میکنیم خصوصی مانتیور برقی و تعمیر و تجهیزات برقی می‌کنیم. خب این صنفخانه عملی اینجا صنفخانه عملی است و تمامی مثلا تجهیزات ها مجهز داده شده است. استاد اشرف علی با نازک‌های این طرز شما را شناس می‌کنید. خب درود بر شما. خوب هستید؟ کارتون خوب است؟ من می‌خواستم یک کمی درباره این اختصاص معلومات دهید. کسب‌های مانتیور برقی، تعمیر تجهیزات‌های برق و چین‌کنی و اندازه‌گیری اسباب‌های چین‌کننده به خوانندگان آموزانیده می‌شود. مخصوصاً ساخت ترانسفورماتورها، میدانچه‌های برقی که از آنجا ما برق می‌گیریم. این میدانچه برقی است؟ میدانچه برقی که چی دارد از چی ساخته دارد؟ است. داخل این به ترانسفورماتورهای پس کننده گذاشته بشد. از این ترانسفورماتورها به مردم ما نیروی برق داده می شود و بغیر از این قالب رو کی ساخت؟ این خود همین کسب گروه 103 ساختن. نه یا خودشون ساختن. این چی است؟ این پیوست لامپوچکاهای برقی. از اینجا کم مصرف نمودم برای روشنی گفتیم. پیوست حسابکنک‌های برقی آموزانیده میشود برای خوانندگان. در همین جا از کار میکنه. زنجیر الکتریکی پیوستی از عادت‌ترین سر کرده بعد با مشکل‌ترین گذرانده میشود. در کارهای عملی باشد من در سندهای ما اینجا استنها هست. برای داتچیک‌های حرکت که نزد مغازه‌ها گذاشته میشد آدم آمد درک شده میشد این حالت‌ها آموزانده میشد. بغیر از این ساخت محرک‌های برقی من حساب کردن قوه جریان بسامت جریان آموزانده میشود. خب اینا محرک‌های برقی هستند. اینا حسابکنک‌های برقی من در اینجا استند ما چقدر مدول پیوست نبودن حسابکنک‌های برقی چراغک‌های روشن دهنده گذاشته شده است. در این طرف باشد پیوست زنجیرهای سیرشاخه برای کسب آموزان آموزانیده می شود. خواهشمندان نکنون هستند خیلی اکثریت میتونند کار عملی اجرا کرده میتونند خیلی دانشی ملکه خوب دارند. اصلا اینجا بیشتر کارهای عملی انجام داده می شود؟ بیشتر عملی نظریوی بغیر از این ما به شبکه‌های برقی یک روزی 3 سالی میریم در شبکه‌های برقی اونجا به مانتیورهای برقی کتی استادها کتی باز
корро давом меде. خب حالا چی درس است در جریان کدام دست رفته ایستاده است استفاده و تعمیر تجهیزات‌های برقی، یعنی پیوسته حسابکنک‌های برقی، من پیوسته تقسیم کنک‌های دستگاه‌های تقسیماتی آموزانده میشه. تشکر زیاد برار باش شما خسته نباشید سلامت باشید. مرحمت کنید. حالا ما نظر میکنیم البته اختصاص‌های دیگری ما یعنی اختصاص آرایش موی روی حالا با نازکی‌های این کسب معلمه سعیده و شهنازه نقصر شناس می‌نامیم. خب سلام. خب من می‌خواستم یک کمی درباره این اختصاص برای ما معلومات چگونه اختصاص است در اینجا ما جان دختران را تا که در آینده در کورس‌های حسن کار کنند ما همه شرایط‌های مهیا کردیم که تا که آنها با این کسب و فعالیت کار کنند. هیچ طریق می‌بینید دخترک‌ها با آرایش موی سر کار برده ایستادن. ما از روی برنامه درسی همه گذاریم که صنف 9 2 ساله یا آنها می‌خوانند صنف 11 1 ساله می‌خوانند. از روی برنامه درسی می‌گذارد. خب اختصاص‌های کوتاه مدت هم هست مثلا کورس‌های کوتاه مدت بله کورس‌های کوتاه مدت هست. چند وقت 15 روز 3 ماه. در 15 روز در 3 ماه بله آنها شهادتنامه دولتی میگیرن. بهتره. خب آفرین سلامت باشید. نظر میکنیم از صنفخانه عملی اختصاصی دوزنده در اینجا کسب‌گوی ما درس‌های عملی میگذرونند. حاضر با موضوعهای کسب شما رو نقص‌تر شناس می‌نامد نیاز و مفتونه و نوروز و شبنم. اینجا 2 نفر درس میدن. چگونه هنرها را از خود میکنن؟ اینا دخترامو بعد ختم صنف 9 از به مکتب‌های میانه میان مثلا با ما 2 سال کسب میآموزن. یعنی کسب‌های هم هنرهای ملی را یاد میگیرن هم هنرهای مثلا اروپایی را مثلا از خود میکنن. اینا مثلا دختن گلها بفتن گلها یا اینکه خوراقی و دختن چاینک پوشک‌ها و غیر از دختن لباس‌ها مثلا دیگر و یارم اینا از خود کرده میتونن. خیلی جالب است. مثلا دختری همین گونه گلدوزی‌ها یا که همین گونه مثلا نقش‌ها همین گونه نقش‌ها رو من خیلی پیش می‌دیدم. مثلا در روی آینه ها میگذاشتن. در روی آینه اینا رو میگذاشتن. اینا از دستی دختر میشن. اینا گلدوزی های دستی هستن. این رو همین در همینجا آماده کردن. اینا همش در همینجا دختران نمایندگی آماده میکنن. رفتم شما رو برقرار کردیم. بله ندیدم من خیلی زیاد شد. اینا رو یعنی که دختران ما آماده میکنن برای که اینو پیش بودن. از چی شروع میکنن درس؟ یک نفر اینا از مکتب کیمیاییات از چی شما اینا از 0 شروع میکنن. یکی از کوکای دستی. اول ما با اینا کوکای دستی رو نشون میدیم بعد کوکای ماشینه رو بعد آهسته زینه به زینه اینا نشون بالا میرون. حالا کورسای چندم هست؟ اینا کورسای یکم هستن. حالا کدام درس جریان داره؟ حاضر ما درسی موزه ما پورا کردن کورتای ویروس برای اینا اومده کرده استودایم. خب در جریان درس آنها مثلا آماده میکنن میدوزن. هم اینا پورا میکنن هم میدوزن. مثلا آماده کردن یک کورتا چند درس رو فرا میگیرن؟ آماده کردن یک کورتا برای اینها 3 درس رو میگه برای که اینا از یک درس مثال اوستین چسبن درس نقشه میکشن. درس اول مثال نقشه کشن درس دیگه مثال چسبوندن و اوستین اشیاء که جای دیگرش اینا یعنی که 3 درس رو میگیرن چسبوندن یک پورا کورتا آماده شدن است. خب امتحاناشون چگونه صورت میگیره؟ یعنی امتحاناشون طریق و یا سوالای تستی هست. مثال هر یک کس با اینا سوال پیشنهاد میکنیم سوالاشون رو گرفته اینه که جواب میگردونن با کارهای عملی هم در سوالای تستیشون هست یعنی که آماده کرده میان نشون میدن. تشکر زیاد با شما سلامت باشید. شاگردانتون هستم. سلام نام شما؟ یوسفا نسیمه. شما چی از خود کرده استفاده دارید؟ ما اول از اینجا از کوک‌های دستی گرفته بعد کوک‌های ماشینه و بعد دختانی آستین و دختانی گریبان را آموخته ایستاده‌ایم. چند وقت هست که اینجا تحصیل میکنید؟ حالا باشد قریب 3 ماه میشود که ما در طول همین زمان در اینجا تحصیل کرده ایستاده‌ایم. چقدر پیشرفت دارید به فکر شما؟ پیشرفتمون زیاد است. چی‌ها رو از خود کرده؟ دختانی آستین، دختانی گریبان، دختانی کیسه زنانه، کیسه مردانه را از خود کرده. تشکر زیاد سلامت باشید. ما دیگران صحبت میکنیم.
سلام. السلام شما علیکم. خوب هستید؟ بله. نام شما؟ من قربان وایزه می باشم. خب چه دختری ساده؟ دختری کرته پریامایی را حاضرش با شما در آن درس. بله. کرته راست. بله. چقدر از خود کرده؟ حالا باشد دوم بارش می باشد که. دوم کرته شما؟ بله. با دستگاه کار کردن مشکل نیست؟ یعنی مثلا نازکی خودش رو داره؟ بله نازکی خودش رو دارد. نو چند قدری که حرکت باشد هم قدر آسان چند در چند وقت از خود کردی؟ در یک هفته اگر خیلی گویم. در یک هفته؟ بله. از خود کردید که بله. مثلا هم دستگاه کار کنید. بهترین. سلامت باشید. تشکر زیاد. دوستان عزیز چگونه گفتیم همچنین در لیسه مذکور کورس‌های کوتاه مدت نیست است. کمی درباره کورس‌های کوتاه مدت نیست با معلم صحبت می‌کنیم. خب کورس‌های کوتاه مدت چگونه است؟ یعنی با کدام معیارها شما گلدختران رو قبول می‌کنید؟ پیش از همه در لیسه ما در برابر که خوانندگان بعد از ختم صنف 9 و 11 در مؤسسه ما قبول کرده میشوند، اینچنین شهروندان از ناحیه و شهرهای دوردست آمده در کورس‌های کوتاه مدتی ما تحصیل می‌نمایند. ناحیه‌های دوردست؟ بله، از ناحیه‌های دوردست آمده در همین کورس‌های کوتاه مدتی ما تحصیل می‌نمایند. ساعت‌های درسشان چگونه می‌شود؟ مثلا با اینها آمیخته نمی‌شود؟ نه، با اینها نه آمیخته نمی‌شود. درس‌های آنها علاهیده می‌گذارند. داریم کورس‌های 15 روزه، یک ماهه و 3 ماهه و در اینجا دانش خود را سایقل داده همون نازکی‌های کسبی که خود انتخاب کردن همون شهروندان همون نازکی‌های کسب را از خود می‌نمایند و بعد از ختم صاحب شهادتنامه می‌شوند. یعنی که اونهایی که مثلا الکی هنر دارن مثلا از عهده دختری کرته یا اینکه مثلا بعضی کارها میبرند اینجا فقط آمده حرفیتش رو از خود می‌دهند سایقل می‌دهند همون کسبی انتخاب کرده و همچنین صاحب شهادتنامه می‌گردند. مثلا می‌توانند که در دل خواجه می‌توانند کار را ادامه دهند. بهترین. سلامت باشید. آفرین. تشکر. دوستان عزیز همینجا به انتهای برنامه هم رسیدیم. یادآور می‌شیم که این برنامه رو ما از لیسه کسبی تکنیکی صنعت نساجی شهر دوشنبه پیشنهاد کردیم. امیدواریم که برنامه برای شما پسند آمد. روزگاری خوب و خوش رو برایتان تمنا کنیم. خیر.